سلام علیکم دارم بشی چه عباس چه خوبی سلامتی واقعا آدم کارگری چه کفایه یا خوشحالی و خیلی جان جانه چه احوال داری خیلی چیکار میکنی عربی خوکا اضافه جمع بکن بیشک تو مچوای نگاه کن تو گندونی نقل نگاه کن از ما همین تره نگه بیت ادی کار نمیکنم با هر جا کار کنم بگره تربت چای به تیار کرده باشه دودش بلا تیار کرده باشه یک دور نون خونه تیار کرده باشه به خیلی بخورم خرج به خیلی می غلام تو آه خیلی وای غلام جا بر صورت امروز چاش عروسی خوارزاده منه برای ما خبر کنه ها بیاره که خبر کنه غلام جو سیکو تو بله کم مردم کم بفهمیدی خب ما از بسته دینا خبر نکرده راست وضعیت اقتصاد ضعیفه حداقل نه ما خبر میکنیم خوب بود ابو جیگا مجمع تیر بکن باشه با پالیسی خود مثلا برا کوکو نه خب راست بگی راست غلام بله امروز چاش ما میرم بررسی خب سر شهریا کسی نیه خب چوکا میته نمیاره شو غلام راست بگی بیا قراره که دیگه به توی چاش یک 45 روپیه پولم تو میدم فقط میره بررسی نو خو میخوره پس بیا میخوره میاد چنده 45 روپیه 50 روپیه بدی به من 50 با هک کنک پولمون نقلای که بخورم نمیشه میه بابا 50 روپیه کار نمیکنم مثلا نظر تو چنده بودم اگه بابا مثلا گپ بگم 700 بدی برو کار بکنم یا 700 یا 800 چنده 700 خدا احتیاط صاف غلام آقا دیگه با مصرف بالای احتیاط خیلی صاف مصرف تو بالای خیلی مصرف بالای کی بالای غلام من صبح تا شم نمیرم ما چاشت میرم مردم بررسی میفتم میام برات تو خود چی فرق میکنه چی یک دقیقه بری چی 10 دقیقه بری خور کار بیکار کنم میگه کارگر اگه سر کار آمد اگر بیل ابزار دود بری علاله تو بیل نمیزی اشگو قراشتی بگو چابتی هم بگو چوکو کارم رم ده دیگه نمیشه برو جو با کمتر از 700 نبرم خوشی که خوب اگه نکری ولی برو گیلک آرده بور خود خوب خب گیلک میره ما حال بیانه پیش تو گفتم بلکه تو خودی بریم جو کار نه من نبرم من از 700 یک سنت کمتر باشه نبرم صحیح مشکل نداره خوشا بده کار بار سکو تو شکم تال سیر شده بفهمیدی از 700 گپ میزنی اما یک کارگر اصلا توشون بیل میزنه 700 مزد نیه تو اونجا بر 200 بیشتر 700 به تو پول بدم این صدقه به خرج بالای برو بخیر بری برو بخیر بری به خرج به خلا بالای همین کارم بکرو سکو Valeu! چکه؟ بستاندار آوردیم مامان روز چه کار کنم دیگه؟ اشتری مامان گیلک با کجایی؟ بستاندار شما بیدی کردیم گیلک برای جای پیشوه؟ میگرده بخواه مامان روز میگرده پیش شما گفتیم رو عروسی خوارزاده منه بفهمید مگه هرم برو این شهریا ما یله گفتیم گیلک اگه بیا بجای چیزی پیش پولی هم میدم از جا میشه اون چوکو کار رم ده پس عروسی میاد چند نمیدی؟ چه ریپه؟ مامان روز اینجا بیل نمیزنه دیگه خجالت کشی شما خودت چی میگی؟ اون نمیگه که بیکاره و خوب میگرده باشه بیکارم بیکار باشه تو چه نمیگه کار میکنه من میرم ما عروسی نون خو میخورم میگه چند دقیقه است پس میام من صبح تا شوم نمیشینم اونجا خب حالا چند نمیدی بریم 45 روپیه برای میده با اگه نون عروسی خیر است یک سیدی بده یک سیدی بده آره خودی کجا من خودی گپ میزنم خود من در پیشه سعی کنم با پلاک دیگه وقت پیدا جان همون 40 روپیه بزن ندارم یک هفته اونجا میشینه شما نه کم سختگیری میکنید 100 روپیه بده حالا اگه سیدی بدی کافر میشی نه خمون رو گپ نیه ما خودی گپ میزنم مولان خود گپ میزنم غیر عمل دست خود بده غیر عمل دست آن بیام مولان رو خودی
آره باشه ما خود بیا شما چی نگه ما سه کنیم باشه شما به چند بیا اینجا میشینه چون کار هم میره بیکار دیگه از کی داره بعد خوب بگه بیکار باشه چه کار میزنه بخو 45 دقیقه کار نمیکنه بابا زمین رو میارم از عروسی دیگه چشتنی ها بیا بابا ها نانه میگفت که چیزه چیه نانه میگفت که با چی خبر خوشه وردی نانه میگفت گشادا تره انا چیزه چای دم نمیشه هیزم اشتری عباس جان جوره تیار هستی خیلیته شکر فضل خدا یا به چای نوردی نگردن اما بند باشه اگه لنگه با گفت نانه میگو همال بابا تو قناخ کرده همال گردن اما بند گوامال قناخ کرده چای صبح بابام رد با چای نانه من میته کمکی نه تاوی تو گفته گو گردن اما بند اگه لنگه من دروغ بگه خیلی باشه گیلک چیکار میکنی؟ چی؟ چیکار میکنی؟ رمه کوه سوزیار میشارنه گوسفندا کپیار تو میشارنه کپیار من خودم همکارم همکارم گیلا امروز من به عروسی خبرم رفت نه بابا من برم نه گیلا عروسی خوازه سه چی میگه تو گوش کس که چی میگه بفهمیدی این شلیام یلایه من میرم عروسی نونم میخورم پس میام توی چیز پنجره پولی میدم جو قراره کرده 20 تومن نه من گفت اگه از این 25 روپیه یک جند کم بشه نمیرم چنده 25 روپیه تا گفتم اون شما به تو 20 روپیه دیگه اضافه میدم بله بیشتر اضافه 20 روپیه دیگه 20 روپیه 25 روپیه اضافه 25 به 20 روپیه دیگه به تو میدم اضافه که چند لکه باشه که 45 کل 50 تو میدم نه 50 نه 20 40 به تو میدم 40 روپیه 40 روپیه اوتا خوبه نه ما لازم به چی شما میگه 100 دی پاوده تو میگه 40 دی پاوده 100 روپیه که چند تا داییه 10 تا دایی میشه نه 10 تا دایی اگلاکه بقب میزنم اونو 10 تا دایی 10 تا دایی از روپیه تو وقت برم گوسفندا بگم چکیه تشکر گیلا با تو چی روپیه پول میدم من فهمیدم جوگا بشینک از عروسی خود خودم با تو میارم چوگو گرندم تباخچه شما فقط من میرم عروسی رو میخورم میام خود دیرو که پیار که چوگو گرم میدادن یار منی عروسی رفته دیگه من عروسی خوارزاده من خب غذا چی میاری با تو میارم یک پیس سبزی از اونجا با تو میارم دیگه هر چی بون میارم دیگه نداره گیلا تادگی به تو من تادگی خوش دارم میفهم تو تادگی خوش داری چی شد تادگی و سبزی سیاه بله بابا خدا حافظ دیگه دم زیران به امید دیدار میری دیگه چه بکار میکنی دیگه به امید دیدار بابا به امید دیدار یک چند تا دایی شب باش 4 تا دایی بیا 4 تا لوکه 4 تا دایی از من نگو این لگم تو گوسفندا رو رند بابا پول اول مستون میبرم من دست مدار خود که بابا به قلک خب میگم گوسفندا رو بابا به این قربان رخ بخره که چکیه من وفادار بابا این گوسفند به حرف ما میکنه یا من میرم میگم برو چکه Hey! دارم وخت مرگم فجای میخوری عباس با من پول بده بابا چوغوک نیه دیگه حالا من گشته شدم دیگه یازان هم میدم دیگه با من گفت با تو تادگی و برای سوزی میارم بیار دیگه من میرم دیگه چیز که باشم اون لقمه نونی بیاره 3 ساعت میشه 1 دقیقه میکشم گیلا
گیلگو هی هی گیلگو گیلا و کدو قبل استودی که شیلیان همه چوکا بخور گیلا ای سرتو به خاکش گیلا گیلا میرا کدو قبلشون پیدا کنم آره هلا بكره واخي چکاره چوغوک رام میدی بله کوک چوغوک تو من گپ میدی بگو حقیقت بگو از که تو خوی چی؟ راست خودت بگو من آدمی که شکم گوشنه شد آدمی که شکم تو گوشنه شد شکم تو به قرمی لوش خربوزه سیر نیه نون چا شیشه رو خور نداره شما اگه روزی که ما بررسی خبر بودم گفتن گیلک بیا تو چیری به پولم میدم همونجگاه سر زمین ها بشین اگه اون چوکار رو هم ده من اگه دل جان تو نگتی که سوزیو تا دیگه قلم میارم اگر یه ارزریسی میارم اگه بومون گفتم میارم دیگه اگه بومون حال 4 بجه شده حالی ده ما میام میبینم یک گرم چوک به سر شهره شیشته همه پاک بخور تو اینجا خیلی بمه که تو پولی افتم تو میدم گوشنگی به خیلی چی میفهمه خود تو که گوشنه تو خیلی باید چکار چرا تو گفتی میارم به تو تازگی و سوزی خب خلاص دیگه ما بتونم نورم دیگه چوکو کام یلا میکردی کاش که میرتی به سراغ دل من گوشنه باشه دل من میتونه غیخ کشه خب حداقل میگم میرفتی به سراغ خلاف کنه که میفهمیده که گیلک برفته تو اینجا خیلی من چوکو کار رم دادم بد میکنه چوکو که من خواه میایه احترام ما پس چی شد دیگه با تو پول هم برده چوکو آخر پاک شلیانم بخوردن احترام من نداشته باشی چوکو اینا چی بکاره بخی گیلک بده پولا کجا کردی چی پولا به نانه خدا من دخل قلک راست خوب گیلک گردنم بند باشه یک بیسی تیز میاری به من بده بخی چره دیگه تا گوشتگی نموری تو سر کار خونه میارم من یک بیسی مفته بتونه میده وخی خود تیرک وخی تنخواه من خلاص شد دیگه وخی گیلک وخی برو که اصاب مخره وخی تا میفرسد بیدا سبا بیام تو میفرسدم تو سر کار خوردم دیگه یک دقیقه به سر کار خودتون نمیارم بفهمیدی من اینجا چیری به پول دارم که اینجا بشه گیرم اینجا خیر بابا جان شکم گوشنه باشه شکم غیق میتونه بکشه خدا من تو از که خیر بودی بابا آدمی که گوشنه شدم یا خونده آزان میدادن چی برام تو کی گوشته شدی آدم کازان میدادن فال سر چنده 4 چند صد تو خیری همه دم که پاک بخور چی بمون همه دم کازان میدادن از 12 بجه تا حال خیر حال میگه ساعت 4 بجه حالا اگر من دیگه مزدور تونم برو گیلک برو دیگه نه به چه ریپی به تو یک خرالف میدم برو اگوشنگی خلی ورس رو میدی وای همین غلام دیونه رو ما بگفتم بیا این اینجا بشینه حداقل از گیلک و هوشیارتری کمه و حرف من نکرد نمون سیر شده با